همین زبانهای بومی یا زبانهای پیشین خود زمینه شدن برای پیدایش گویش‌های گوناگونی تاجیکی امروزه. ما همان یک واژه ها رو در گویش هامون به شیوه های گوناگونی تلفظ میکنیم. خب اکا امید چند نمونه کلمه ها رو مثلا میتونید بیارید که در چند منطقه تاجیکستان چگونه تلفظ میشوند؟ ساده ترینش واژه من هست که بعضی ها ما میگن، بعضی مثلا در کلاب میگن ما، دروازه میگن من، در خوجند میگن من. مهم نیست که کی و چگونه میگوید. مثلا پدر چی؟ پدر رو بعضی ها مثلا پدر میگوین، بعضی ها پدر میگوین، بعضی ها مثلا در طرف دروازه چی میگن؟ بابا. در رشت رشته ها بابا میگن. اینا گویش ها هستن. ببینید در گویش ها ما نباید وقتی که از زبان معیار یا زبان ملی صحبت میکنیم ما نباید گویش ها رو پایه قرار بدهیم. زبان ملی یا زبان معیار یک گونه استانداردی شده از زبان نوشتاری هست که با زبان گفتار تفاوت های بسیاری دارد. چون که زبان نوشتاری به ویژه زبان نوشتاری ما 1100 سال پیش کتابت شده است و در واقع تلفظ 1100 سال پیش این واژه ها را نشان می‌دهد. اما گفتاری که ما امروز داریم گفتار امروزی ما هست، یعنی چنانه که ما امروز واژه ها را تلفظ میکنیم. حالا بعضی‌ها ایراد میگیرن که مثلا ایرانی‌ها میشود را میشه میگند و میرود را میره. اما ما نیست چنین میگوییم. ببینیم ما هم در گویش‌های خودمان میروم را میرم میگوییم، میشوم را میشم میگوییم. اینا گونه‌های گفتاری هستند. در خوجند چگونه میگویند؟ من لهجه خوجندی رو خوب نمیدونم راستش. مثلا خب در درواز چگونه میگن؟ برم ابگوم.